آسیای مرکزی به مرحله وارد شد که آن را میشود همچون دوره بعد کریموف عنوان کرد. شما جناب روبین با رفتن کدام تغییراتی را در سیاست ازبکستان و آسیای مرکزی انتظار دارید؟ من هم درباره آینده بیشتر از شما چیزی نمیدانم، اما وقت درباره ازبکستان صحبت میکنیم باید چند چیز مهم را در نظر گیریم. پیش از همه باید یادآور شویم که ازبک تباران نه تنها در خود ازبکستان بلکه در تمام کشورهای همسایه زندگی میکنند. در بعضی از این کشورها ماجراهای قومی رخ داده است. در گذشته اسلام کریموف به این عقیده بود که همسایه ها می توانند وضع ازبکستان را بی ثبات کنند و این احتمال در آینده نیز پابرجا خواهد بود. دیگر اینکه وقت رهبری مثل اسلام کریموف بعد رهبری چند ده ساله می میرد و او شخصا فیشنگ های قدرت را در دستش نگه می داشت و با رهبران ساختارهای انتظامی روابط نزدیک داشت، بعد از مرگ او پیشگویی کردن حادثه های بعدی دشوار و خطرناک است. سبب این است که قدرت در دست شخصی او بیشتر و در دست ساختارها کمتر تمرکز شده بود. حالا مهم نیست که پرزیدنت ازبکستان کی می شود و ما نمیدانیم که آن آدم هم قدرت را همینگونه در دست نگه خواهد داشت یا نه. کشورهای زیاد از نظر نزاع و اختلاف ها مشکل دارند. در ازبکستان درباره مشکلات زیاد آشکارا صحبت نمی کنند، ولی او با همین راه ثبات را نگه می داشت. اما اگر تمام حکومت این قدرت را از دست دهد و مردم ترس کمتر پیدا کنند، حادثه های زیاد دیگری سر می زند که نظارت آنها دشوار خواهد شد. that may come out, which might be difficult to control. Also very interesting news. We heard خبر نوی دیگری 2 هفته آخرین است که سرهنگ فراری تاج گلمراد حلیموف که برای اطلاع درباره مکان بدوباشش امریکا $3 میلیون وعده کرده است، فرماندهی گروه دولت اسلامی اعلان شده است. ما تصدیق رسمی این خبر را نداریم، ولی در صورت درست بودن این خبر تا کجا به نظر شما این موضوع میتواند مایه نگرانی حکومت‌های آسیای مرکزی باشد؟ I believe that if I'm not mistaken, I saw a video of him very recently. اگر خطا نکنم من یک ویدیوی او را دیدم. در این ویدیوی نچندان پیش دولت اسلامی ادعا کرده است که گلمراد حلیموف یک فرمانده کلان نظامی شده است. شاید این خبری تصدیق کننده تعیینات او باشد، اما من میتوانم خطا کنم. اگر او تنها نماینده ساختارهای امنیتی کشورهای آسیای مرکزی باشد، با آن شناختی که من درباره ساختارهای امنیتی در این کشورها دارم، چندان نگران نمی شدم. مطمئنم که نفرانی ناراضی از حکومت پیدا می شوند که به گروه های شورشی می پیوندند، ولی فکر نکنم که در میان ساختارهای امنیتی این کشورها طرفداران زیاد دولت اسلامی باشند. حضور یک تاجیک در سوریه وضع را در سوریه و عراق تغییر نمی‌دهد. این گروه در تاجیکستان فعال نیست، آن در افغانستان و شمال این کشور فعال است. امریکا ادعا کرده است که توانمندی‌های آنها را شدیداً کاهش داده است. بله، این خبر تکان دهنده برای مقامات است. قابل احترام است که مقامات تاجیک از این خبر به واهمه داده نشدند و به حبس شمار زیادی مردم شروع نکردند. مقامات تاجیک میگن که نه کمتر از 1000 شهروند تاجیکستان و بنا به معلومات استخباراتی روسی از 10 تا 15 هزار شهروند کشورهای آسیای مرکزی در صف گروه دولت اسلامی می باشند. من این رقم ها را با شبهه قبول می کنم، چون که شماره واقعی جنگیان دولت اسلامی در حدود 20-25 هزار نفر نه بیشتر از این است. ولی درست است که حتی 1000 نفر یک نگرانی جدی است، چون که خطر بازگشت آنها موجود است. چین هم نگران است. از این کشور تخمیناً 300 نفر رفتند و اگر این آدم ها درس تروریسم را گذشته باشند، برای تشکیل خرابکاری ها 10,000 نفر ضرور نیست که باشد. من شما رو درست فهمیدم که شما خطرهای دولت اسلامی را برای کشورهای آسیای مرکزی چندان جدی نمیبینید تا زمانی که آنها به افغانستان آمده به مرزها نزدیک نشوند؟ شما باید این گروه را همچون خطر احتمالی در آینده ارزیابی کنید و تمامی کار را برای نظارت نفران از آسیای مرکزی که در صف گروه دولت اسلامی می جنگند انجام دهید.
آنها باید از بازگشت و انجام عملیات تروریستی جلوگیری کنند. فکر نکنم که سرهنگ حلیموف شمار زیادی کارمندان امنیتی را نمایندگی کند. این مسئله مشکل اضطراری و همین لحظه اینه نیست، ولی با این وجود آن باید پیش از پیش جدی گرفته شود. وقتی شمار آنها نسبتاً کم است و منتظر نشد که با صف زیاد آنها در آینده به یک خطر جدی تبدیل شوند. بیایید حالا به رویدادهای 20 سال پیش به تاجیکستان برگردیم. شما رویدادهای تاجیکستان را گاه از نزدیک و گاه از دور مشاهده می‌کردید. تا کجا آن زمان پیشگویی کردن ممکن بود که بعد تخمیناً 20 سال امضای سازشنامه صلحی حکومت با مخالفانی که آن زمان آنها را فوندامنتالیست می‌گفتند از تاجیکستان با اتهام تروریسم بیرون خواهند کرد؟ من انتظار این را نداشتم. من فکر میکردم که دانش‌های من درباره تاجیکستان ناکافی است. از این خاطر برای من پیشگویی کردن رویدادها در این کشور دشوار بود. اما واقعیت این است که در این کشور و به خصوص در منطقه تمایل منوپولیای قدرت جریان دارد. من میدونستم که سازشنامه صلح سازش کامل و همه‌جانبه حکومت و مخالفین نیست. اصلا آنها زیر فشار روسیه و ایران مجبور شدند که همکاری کنند، چون که این دو کشور منفعت‌دار داشتن یک پایگاه باثبات برای مبارزه با طالبان و القاعده بودند. در میان آنها سازش‌های پرینسیپالی وجود نداشت. یعنی این سازش صمیمی نبود؟ سیاست قریب که هیچگاه صمیمیت ندارد. در این حالت آنها زیر تاثیر بیرونه عمل می‌کردند. پس حالا شما از این نظر آینده سیاسی تاجیکستان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ صمیمانه باید گویم که مدت‌های زیاد در آنجا نبودم. از آن اطلاعی کمی که دارم این است که بعد شکست شوروی در تاجیکستان جنگ داخلی سر زد و یک سبب اصلیش هم این است که تاجیکستان از یاری‌های حکومت مرکزی در مسکو خیلی وابسته بود. وقتی شوروی برهم خورد تاجیکستان از این یاری‌ها به بهره ماند، مثل که از یک حمایتگر محروم شد که این جمهوری را در وحدت نگه می‌داشت. در نتیجه گروه‌های مختلف یا کلان‌ها برای نظارت ذخیره‌هایی که می‌توانند اصولی باشند مبارزه را شروع کردند. حالا من همین گونه می‌فهمم که کمک‌های مسکو با درآمدهای مهاجران تغییر جای کرد. درآمد آنها بخش عمده عایدات شده است. حالا تاجیکستان به کشور تبدیل شده است که از طرز برخورد این کشورها با شهروندانش وابسته شده است. حالا در امریکا و اروپا یک تمایل ضد مهاجران شروع شده است. یک نامزد پرزیدنتی ما تهدید می‌کند که مهاجران را از قلمرو کشور پیش خواهد کرد. این حالت برای پایداری کشور خیلی حساس و شکننده است. تاجیکستان از پخته هم وابسته است. نرخ بازار بالا و پایین می شود. این کشوری واقعا در بنبست است. از این خاطر صدها و چالش‌های زیاد موجود است و همچنین در روابط با همه همسایه‌ها مشکل وجود دارد. Thank you very much, Mr. Rubin. Thank you.